delighted to be here today at the, I think that today is called Girls in ICT Day. So it's wonderful to be here and to see this incredible number of young people who are enthusiastic about ICT. And congratulations to the organizers as well for this. When I think about information technology, I mean, I'm thinking about the term inclusion starts with information. And that's why this is so important. And if I think about, and I saw the video today that was made by the tech women, Afghan tech women, which was excellent because I think it breaks the stereotypes about the impression of Afghan women. bismillahirrahmanirrahim. اسم من صدیقه مرادی از ولایت سمنگان. به خاطر کنفرانسی که امروز در اینجا تدویر می‌یابد ما اینجا اشتراک کردیم. هدف اشتراک ما در اینجا این است که تکنالوژی فعلا به اصلی که فعلا ما قرار داریم یک بخش بسیار مهم بوده. هدف ما آمدن به اینجا این بود که ارتقای ظرفیت خود بالا ببرم و ضمن نزدیک میخواستم که قسم نمایش بدم که زنان میتونن در هر جا اشتراک کنن، مخصوصا در تکنولوژی، چون در تکنولوژی فعلا سهم زنان خیلی کم شده. خواستم که خودم اشتراک کنم و یک الگوی باشم بر دیگر دختر خانمایی که محصل هستن. من یکی از محصلین پانتون پلی‌تکنیک کابل می باشم و امروز به نمایندگی از پانتون خود اینجا تشریف دارم و من افتخار میکنم که کامپیوتر ساینس و رشته آیتی را انتخاب کردم و ضمناً قدردانی میکنم از وزیر صاحب مخابرات که از ما حمایتشان را اعلام کردن. با آمدن به این کنفرانس ما توانستیم با بعض سکتورهای خصوصی و دولتی معرفی شویم تا زمینه‌های کارآموزی بر ما فراهم شود.